سلام، خیلی خوش اومدید به اولین پادکست کانال ما. ممنون میشم با سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. توی این پادکست قراره در مورد اولین قاتل سریالی ایران صحبت کنیم. علی اصغر بروجردی. علی اصغر بروجردی متولد 1272 در شهر بروجرد بود. جنایت درون این خانواده موروثی بود. پدرش علی میرزا از جنایتکاران و راهزنهای به نام زمان خودش بود که دست کم 40 نفر را به قتل رسونده بود و همچنان پدر بزرگش زلفعلی خان چندین نفر را به قتل رسونده بود و در واقع جنایت درون دی ان ای این خانواده بود. در کودکی اصغر مادرش بهش گفته بود که پدرش توی جنگ سرباز بوده و کشته شده، در صورتی که پدرش علی میرزا خانواده رو ترک کرده بود. علی اصغر 2 برادر و 1 خواهر داشت و علی اصغر توی قهوه خونه برادرش مشغول به کار شده بود. توی سن 13 سالگی علی اصغر به همسن و ساله خودش تجاوز میکرده و بعد از تجاوز و ضرب و شتم 12 کودک توسط پلیس دستگیر میشه. بعد از دستگیری به دلیل سن پایین و کمرنگ بودن اینجور جرایم از زندان در سن 14 سالگی آزاد میشه. بعد از آزادی جلوی درب مدارس به فروش تنقلات رو میاره و با دست فروشی قصد داشته راحت تر طعمه‌های خودش رو به دست بیاره. 5 سال بعد توی سن 19 سالگی به جرم تجاوز به 5 کودک دستگیر میشه و به 9 سال حبس محکوم میشه. اصغر توی سن 27 سالگی از زندان آزاد میشه ولی روند تجاوز و آزار و اذیت بچه‌ها رو ادامه میده. بعد از فریب 1 شاگرد نجار به نام حسن و تجاوز گروهی به حسن 12 ساله دوباره دستگیر و به 2 سال حبس محکوم میشه. بعدها توی اعترافاتش گفته بعد از دستگیری و تجاوز به حسن نجار تصمیم جدی گرفتم که به هر بچه‌ای که تجاوز میکنم اون رو به قتل برسونم. این تصمیم ترسناک در سن 29 سالگی گرفته شد و بعد از اون به هر قربانی که تجاوز میکرد اون رو به طرز فجیعی به قتل میرسوند، به طرزی که سر رو از بدن جدا میکرد و بدن قطعه شده رو یا خاک یا به رودخونه مینداخت. اصغر بعد از انجام 25 قتل مشابه به دلیل ملتهب شدن اوضاع بروجرد به تهران نقل مکان میکنه. در تهران برای ارتباط با بچه‌ها به بامیه فروشی مشغول میشه و برای دردسر کمتر به بچه‌هایی که از شهرستان به تهران اومده بودن به بهونه کار و دادن جای خواب اعتماد اونا رو جلب میکرده و اونا رو به قتل میرسونده. بعد از پیدا شدن 8 جنازه قطعه شده، رعب و وحشت توی اون منطقه غالب میشه و اصغر تصمیم میگیره به مناطق دیگه تهران هم سر بزنه. توی تاریخ 10 دی ماه سال 1312 توی محله شترخان تهران سر بریده شده یه پسر بچه 14 ساله پیدا میشه. 2 ماه بعد 22 اسفند حوالی پارک لاله امروزی سر بریده شده پسر بچه دیگه پیدا میشه و 1 هفته بعد 29 اسفند این بار 1 جنازه بی سر توی محله امین‌آباد پیدا میشه و پلیس تحقیقات خودش رو برای پیدا کردن قاتل شروع میکنه. در تاریخ 10 فروردین سال 1313 حوالی چاهای امین‌آباد پلیس که به مرد میان سالی که 1 فیت حلبی و 1 کیسه شن همراهش بود شک میکنه و با گشتن اون مرد 1 چاقوی خونی پیدا میکنن و دستگیرش میکنن و اصغر قاتل به همین سادگی دستگیر میشه. بعد از تفتیش محل زندگی اصغر و پرسجو از همسایه‌ها متوجه میشن اصغر بیشتر شبها با پسرهای مختلف به خونه می اومده و صبح اثری از اونها دیده نمی شده. در نهایت اصغر به تجاوز و قتل 33 بچه اعتراف میکنه و به اعدام محکوم میشه. یکی از زندانی ها تو خاطراتش در مورد اصغر نوشته همه زندانیان و مأموران به او احترام میذاشتن و از او میترسیدند. او بلند قامت، 4 شانه، زرد مو و ارزغ چشم، بی نهایت قوی و خوی درندگی داشت. غذایش همیشه 3 ظرف با مخلفات بود. حتی بعد از دستگیری رضا شاه دستور میده این موجود عجیب الخلقه رو از نزدیک ببینه و اصغر رو به وسیله 35 مأمور به قصر میبرن و رضا شاه از اصغر پرسید چرا بچه‌ها رو بعد از تجاوز به قتل میرسوندی؟ و اصغر با آرامش تمام میگه اونها همه 1 مش بی سر و پا و گناهکار و لاوالی بودن، حقشون مرگ بود. بالاخره
توی بامداد 6 تیر ماه سال 1313 اصغر قاتل، اولین قاتل سریالی ایران، اعدام شد. خیلی ممنونم که منو دنبال کردید و تا اینجا همراه هم بودید. برای حمایت از من حتما سابسکرایب یادتون نره.